سلام دوست خوبم. با هم سفری کوتاه بریم به دنیای لئو بوسکالیا، نویسنده کتاب زندگی، عشق و دیگر هیچ. کتابی که با هر جمله‌اش یادمون میاره که بدون عشق زندگی چیزی کم داره. بوسکالیا میگه عشق یک احساس ایستا و ساکن نیست. عشق زنده است، پویاست، مسئولیت میطلبه و باعث رشد میشه. او باور داره که اولین قدم در راه عشق دوست داشتن خودمونه. تا وقتی خودت رو نپذیری و عاشق خودت نباشی، نمیتونی عشق واقعی رو به دیگران هدیه بدی، چون ما فقط میتونیم چیزی رو ببخشیم که خودمون داریم. بوسکالیا از 4 مسئولیت بزرگ در عشق حرف میزنه. اول، عشق به خیشتن. دوم، عشق به دیگران. سوم، کمک به رشد خودمون و عزیزانمون. و چهارم، خلق شادی از مسیر عشق. او میگه عشق فقط امید نیست. امید الهام بخشه، ولی عشق جاودانه است. عشقی که بهمون قدرت میده در برابر سختی‌ها بایستیم و دوباره لبخند بزنیم. در این کتاب از نیازهای عاطفی هم حرف زده شده. اینکه همه ما نیاز داریم دیده بشیم، شنیده بشیم، ارزشمند شمرده بشیم و آزادی انتخاب داشته باشیم. وقتی این نیازها برآورده نشن، بخش‌هایی از وجودمون حتی برای خودمون هم پنهان میمونه. یعنی پذیرش، یعنی کسی رو همونطور که هست دوست داشتن، نه تغییر دادن به سلیقه خودمون. و در پایان، پیغام کتاب ساده اما عمیقه: عشق رو زندگی کن، به خودت و دیگران فرصت رشد بده و شادی رو با تمام وجودت خلق کن. زندگی، عشق و دیگر هیچ.